سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. دومین قسمت از برنامه دیسبک. بچه‌ها توی قسمت قبلی این میکروفونه رو من دفعه اول بود که میذاشتم استفاده میکردم و اصلا یه جاهای صدام قطع میشد. ببخشید من خودم نمیدونستم. دفعه اولی بود که داشتم باش ویدیو میگرفتم. این شد که اصلا تصمیم گرفتم که میکروفون استفاده نکنم چون خونه منم ساکت و صدایی نمیاد که بتونم قشنگ حرفامو همه جا یه تیکش هم نباید آخه قطع بشه. قبل از اینکه نوبت من برسه بذار اول بپردازیم به خانم مارال، چون من میخواستم قسمت قبلی هم اونجایی که به من با حالت پوزخند لبخندای اینجوری جواب بده، من نمیخواستم راجع به دخترها حرف بزنم، ولی الان یه چیزایی دارم میبینم که ببین انقدر اون موقع نمیدیدم و برام بی اهمیت بود، ولی یه جاهای مجبورم راجعش حرف بزنم. اجازه بده مارال جون، دوستت وقتی که به شما نظر داد گفتش که داری میری بار که با کفشت بخوره، قهقهه زدی و خندیدی بهش، گفتی که من دارم میرم بیچ. گفتم جیلیار بیچ یه آدم شد که تو این برنامه یک نفر بود که حواسش به من بود، اونم مارال سفری بود. اگه میگم الان خوشم میاد ازش دوستش دارم، به خاطر این نیستش که بیاد مثلا به من ارفاقی بکنه یا به من حال خاصی بده یه کاری بکنه. همینقدر که منو میدید یک نفر تو اون برنامه، میفهمید که بقیه دارن در حقم بی‌انصافی میکنن، مسخره میکنن یا هر چیزی، همینقدر برای من کافیه که بتونم یه نفر دوست داشته باشم. این خانم مارال تو قسمت قبلی وقتی که داشت از من ایراد میگرفت و من داشتم جوابشو میدادم، همین خانومی که الان داشت به نیلوفر میگفتش که تو خیلی بی‌ادبی از الفاظ رکیک استفاده میکنی، کی میخوایم بفهمیم که الفاظ رکیک اونقدری بد نیستش که یه سری رفتارا بده؟ یعنی اسمش بد جا افتاده که مثلا تو فوش بدی خیلی آدم بدی هستی، ولی به خدا هستن آدمایی که الفاظ رکیک به قول خودشون استفاده نمیکنن، ولی رفتاراشون، پوزخنداشون، نگاههای بدشون، دوز و کلاکاشون، دروغگو بودنشون، دورو بودنشون از هزار تا فوش رکیک بدتره. ببین این قسمتیه که مارال و لیلی گرفتن رو من در مورد داستان لگ آدیداس و نایک و اینا و خندایی که دارن میکنن. مثلا اتفاقا ناراحت نمیشم چون که واسه منم فام بوده. من گفتم انتقاد پذیر هستم، مشکلی هم ندارم و الان که دارم برنامه رو میبینم دقت میکنم که کلا مارال خیلی پوزخند میزنه، ولی اون لحظه اصلا ناراحت نشدم. حتی بعدش رفتم بالا باهاشون کلی خندیدم و اینا. گفت که مثلا شما چجوری مثلا آدیداس رو دیدین؟ داستان این لگر اگه بخوام بهتون بگم، من 2 تا لگ مشکی با خودم برده بودم و قطعا میخواستم این تاپو با لگ مشکی بپوشم، چون اصلا عکس تن خود مدلش هم فکر کنم یه جا میگم توتال لوک با لگ مشکی پوشیده، عکسش هم میذارم تو استوری اینستا. 2 تا لگ مشکی بردم. یکی دیگه‌اش همین آدیداسه. واسه چی بود؟ من فکر می‌کردم چون این مدلی هم که مثلا کولر وقتی شب روشن باشه، مثلا با دوستان میرم مسافرت، همیشه یه چیز گرم با خودم میبرم که طرف اگه خواست کولر رو روشن کنه تا صبح من اون لباس گرمه رو داشته باشم. یه سویتشرت با خودم برده بودم، با یه لگ مشکی با خودم برده بودم که اگه شب فکر می‌کردم سرده اونجا، نمیدونستم که مثلا فکر می‌کردم شباش سرده دیگه، بعد که مثلا اینا رو بپوشم موقع خواب. حالا من اومدم اشتباهی به جای اون لگ مشکی ساده این لگ آدیداس رو پوشیدم. داستانش این بود. اصلا ناراحت نشدم که حالا اینا داشتن مثلا گفتن وای آدیداس فلان اینا، حالا یه اشتباهی بود که برای من پیش اومده بود. حالا بریم رو قسمت دوم حرفای لیلی. یه چیز دیگه بگم، بعد وقتی که موهات روشنه یکم ابروهاتو تیره تر کن، چون اصلا الان ابروها نشون نمیده و بیروحه صورت. ابرو تیره بهم اصلا نمیاد. خب در وقتی که موهات روشنه به نظر من باید ابرو تیره باشه. الان توی صورت مگه من به تو میگم چرا انقدر، مگه من بهش میگم لبات چرا انقدر گنده است، چرا انقدر رفتی زاویه زدی، چرا انقدر فلان؟ وقتی که مو روشنه میگه ابرو باید تیره باشه. کی گفته اینو؟ کی گفته؟ آخه تو چه اعتماد به نفسی داری که داری میای به من یاد میدی که مو مثلا این رنگی باید باشه؟ اولا که رنگ مو، رنگ ابرو هر کسی خودش تشخیص میده که چه رنگی بهش میاد و به هیچ کسی ربطی نداره که میخواد ابروش چه رنگ. آقا من اصلا دوست دارم صورتم بیروح باشه. من اصلا دوست ندارم از این دختر چشم ابر، نه که بگم بدنا، به یه سری میاد به من نمیاد و من برای خودم دوست دارم موها مثلا نارنجی باشه، دوست دارم موهام چند رنگ باشه، دوست دارم ابروام روشن باشه، دوست دارم صورتم مثلا یخی باشه، مثلا میخوام برم کلا سفید کنم. تویی که هیچ میخوای یه ایرادی بگیری داشت دیگه، نه چرت و پرت دیگه تحویل ما ندی دیگه، بگو یه ایرادی میخوام ازت بگیرم.
اینم میدونی چرا داره ایراد میگیره دیگه. این برنامه همین روزیه که من وارد برنامه شدم، یعنی صبحش ما اپیزود چیزو گرفتیم، صبحش اپیزود عکاسی در خیابان گرفتیم، شبش این بود. بعد این خانم انقدر هرسی شده، دلیلش اینه که یه جا تو اپیزود صبح که کات خورده، وقتی که وارد میشه من برمیگردم بهش میگم که استایلت بیشتر شبیه استایل صحرا رفتن و پارتی‌های صحراییه، که بعد یه جا دیگه هم مثلا همین در ادامه میگم که خب اگه مثلا من نمیدونستم کانسپت، فکر می‌کردم استریت استایل، اگه عکاسی در خیابان بود پس با بیکینی هم اگه میمدیم اوکی بود. اینجا کات کردن. این دلیل هرسش اینه، چون ما این وسط هم هیچ مکالمه‌ای با هم نداشتیم دیگه. بعد شبش رفتیم بالا شروع کردیم حرف زدن با هم دیگه و اینا. اینجا مکالمه وسط نداشتیم. این خانم از یه ساعت قبلش هرسی بود که من برگشتم همچین حرفی زدم. گفت بعدم دیدم چه جور شخصیتی داره، گفت بذار برم همینجوری گیر بدم به اینش به اونش. آره خانم تناز دو لیلی جان، خانم تناز دو، مارالم که ماهروخه دو. توی صورت تو من یه بیروحی حس می‌کنم. سوال من اینجا داشت. رنگ ابرو جزئی از استایل هست؟ بله. اینجا پدرام گفتش که بله. گفتم رنگ ابرو جزئی از استایل، گفتم بله. چرا پس تا به حال یک بارم به ابروهای پهن و روشن مارال چیزی نگفتین؟ چجوریه داستان؟ اونم موهاش بلنده، ابروهاش هم روشن و پهنه. توی لیلی بغل دستی تو چشت نمیبینه که انقدر ابروی روشن داره؟ ببخشید روز دومت، من اصلا آدمی نیستم که بخوام. روز دوم که روز اولمه، اپیزود دوم. یه روحیه یه نفر رو از بین ببرم، اتفاقا سعی میکنم کمکش بکنم. تو روحیه من از بین بردی. روحیه پدرام جان از نفر قبلی، حالا یه جاهای بریک میدن دیگه، از نفر قبلی اصلا حالش بد بود، من نفر آخر بودم و دیگه اصلا اون حال بدش از اینجا دیگه انتقال داده میشه به من. ببین من نمیگم من ایراد ندارم، من ایراد دارم. خب من ادعای کلا ندارم. الان اگرم کسی میاد کامنت منفی میده در مورد این استایل، که هنوز من هیچ استوری نذاشتم که بخوام بیام بیان کنم داستان اون استایلو، به خاطر همین رفتارهای داوراست. بعد زیر این فقط روش تایت پوشید، یه شلوار حریره بگو امتحان. شلوار حریر. شما اوکی خیاط خوبی هستی، تو برنامه دیدیم متوجه شدیم که در مورد قالب، دوخت، برش، نمیدونم بازی با لباس یا هر چیزی، منم ادعای استایلیستی ندارم خب، ولی هنوز نمیدونی که لباس پولکی دشمن حریره. بعد به عنوان داور میگی با شلوار حریر، پولکی و حریر آتیش و پنبن، و شما یه چیز دیگه میگفتیم، مثلا میگفتی شلوار جین، چون من اینو با شلوار جین بگی میپوشم، ولی میگی شلوار حریر بگی. کردی؟ نه چیزی که ببین پدرام به حدی عصبی بود سر من، به قدری عصبی بود اصلا انگار که مثلا یهو دیدی مثلا یه سریا یهو یه مسیج بدی میگیرن، یهو از این رو به اون رو میشن، که واقعا من همین الان دارم میبینم. گفتم بهتون برنامه دیسبگ آنلاین میبینم، میام با شما صحبت میکنم، یعنی اینطور نیستش که دفعه دوم بیام ببینم، و الان دارم میبینم اون لحظه که اصلا آدم کرکوپرش میریزه. الان دارم میبینم که یه آدم، چون یادم از سر طولو چقدر عصبی بود و داره با من چجوری صحبت میکنه. جوری میشده. خود مهناز افشارم دیدی دیگه، تو قسمت قبلی گفتش که هفته دیگه میگم اپیزود بعدی اینه که لباس با مو مچ باشه. خب البته که من این مو رو شما تو کل پستای پیج منم ببینید، من هیچ وقت همچین موی درست نکردم. من لباسم میدونستم که کجه، اینجاش کجه، پس بنابراین میخواستم یه موی درست کنم که با لباسم مچ باشه. یعنی خود مهناز افشار گفت کانسپت بعدی ستاره من، موهای من اوکی حالا مثلا بولد باشه. خب این بولده دیگه، حالت عادی مثلا نمیخواستم موهای همیشگیم باشه. با من اصلا روی این استیج میخواستم یه چیزی باشم که خودم نیستم همیشه، یه چیز آبارتمایی که همون روز اول به من گفته بودن. بعد از یه طرفم خب میگم چون ما یه اپیزودو صبح میگرفتیم، یه اپیزودو بعد 1 ساعت بعد تموم شدن اپیزود قبلی باید یه موی درست میکردیم که بتونه روی موی صبحمون اجرا بشه. یعنی تو نمیتونستی صبح موهاتو فر کنی
چون وسطش اجازه همون رفتن نداشتی، نمیتونستی صبح فکر کنی شب مثلا صاف کنی یا صبح خیس کنی شب مثلا یه حرکتی روش بزنی. باید یه چیزی انتخاب میکردی برای اون صبح و شب که بتونه قابل اجرا باشه. بعد من قسمت قبلی دیدین دیگه موهامو بسته بودم. وقتی رفتم اونجا گفتم که مثلا لباسم کجه یا باید موهامو باز کج میذاشتم که نمیشد چون تمام موهام تافت داشت. همون هیر استایلیستشون گفت نمیشه چون الان موها تافت داره و باید بری بشوری موهاتو. مثلا باید کجی به سمت خلاف جهت لباسم یا جلوی موهایی که خودش برگشت گفت بیا روی جلوی موهات مانور بده، خود هیر استایلیستشون. گفتم اوکی. پینترست رو باز کردم، چند تا عکس اومد، مثلا یکیش کایلی جنر هر کوفت زهرماری که هست که به خدا من این آدم اصلا نه که چیزش باشم بر ضدش نیستم ولی فنش هم نیستم که بخوام بگم حالا هنوز نرسیده به اونجا، ولی خیلی داستان شد این داستان کایلی خالی صداش میکنم که مثلا عکس اون بود، اومدم نشون دادم گفتم اوکی پس اینجوری درست کن. بعد تازه اولش که لیلا فروهر خالص درست کرده بود گفتم یکم ایناشو باز کن، این چیه؟ حالا بریم ادامه بگم. من خیلی عصبی هم دادم. عصبی که معلومه عصبی هستی، تو عصبی هستی و عصبانی بودنشو به طرز بدی، به طرز خیلی بدی سر من پیاده کرده و یه جمله به من گفته که بذار ببینم جملهش کات خورده یا هست که اگه کات خورد همین الان بیام بهتون بگم. متین عزیزم روز دومت خوش. خب جمله پدرام کات خورده. این آقا برمیگرده من میگه که وسطش حرفاش میگه که کاش قبل اینکه بیای روز استیج شکلتو تو آینه نگاه میکردی. این جمله این آقاست که منو خورد میکنه، واقعا منو خورد میکنه. من میدونستم قراره برم جایی که ازم ایراد بگیرن، بهم بگن اینت الان به این نمیخوره، این مثلا همخونی نداره، این نمیدونم از این حرفا بزنن، ولی نمیدونستم قراره برم جایی که به من بی احترام میکنن. من اون دختر 20 خورده سال نیستم که عشق معروفیت داشته باشه و جویای نام باشه و هر چیزی رو تحمل بکنه. 2 نفر قبل منی که تازه اومدم، روز اولم اومدم تو این برنامه، 2 نفر قبل من حالا اونطوری گفتن و خندیدن و چرت و پرت گفتن و اینا. اوکی گفتیم اینا دختران دنبال دوربینن، دنبال معروفیتن، دارن این کارا رو میکنن که بعدن فکر میکنن که محبوب میشن، که داریم میبینیم که 2 تا از منفورترینا شدن. کاری نداریم. توی اون حالت با اون فشارا داور برگرده به تو بگه که کاش قبل اینکه میومدی شکلتو تو آینه نگاه میکردی. به خاطر پولکی بودنش. اولا که لیلی دهنتو ببند، اون پشت نشستین دارین میخندین. من اون لحظه اینا رو متوجه نبودم، الان دارم میبینم. امروز هم یه چیزی دیدم تو تیزر و اصلا کلا رفتم ریمووش کردم. پولکی امسال تابستون کلا یکی از ترند ترین ها بوده. حالا کسایی که سوادشو داشته باشن و حالیشون باشه از ترندا میفهمن چی دارم میگم. پولکی، صدفی، اینا امسال تابستون خصوصا خیلی ترند بوده و 2 تا خز چیپ مثل مارال و لیلی مشخصه که نمیفهمن باید از اون پشت بخندن. ولی من خوشحالم. چرا؟ چون همین کاراشون که الان چقدر منفورشون کرده و تبدیلشون کرده به طناز و ماهرخ واسه من خوب میشه. میدونی من اوکی، اما من حداقلش اینه که کامنت های منفی که من میگیرم اگر بگیرم که خیلی هاشم از همین دور و بریای ایناست و پیجای فیکی که بعد برنامه اومدن ساختن، میان راجع به استایلم حرف میزنن. کسی نمیاد زیر پستم بنویسه درو، بدجنس، ریاکار، دروغگو، فتنه، حسود. خدا رو شکر این کامنت ها رو ندارم. ببین سارا، نمیخوام چیز بدی راجعش بگم، من مشکل با سارا ندارم. یه چیزی تو سبکای من بود، یعنی از لحاظ داورا دارم میگم، لباسش رو ایراد گرفتن، مچ نبودن کفش و پیرنش رو ایراد گرفتن و موهاش هم که کلا خراب شده بود. مارال همون 2 که به سارا داد و به من داد. اون 2 تای دیگه یادم نیست چند داده بودن، 3 داده بودن، 2 داده بودن، 4 داده بودن که درصد امتیازش از من بیشتر شد. ولی این رفتاری که با من شد با سارا نشد. قبول دارین دیگه؟ این رفتاری که با من شد، تازه حالا اوکی موهای من قدیمی بود، مدلش خز بود، خودم هم دوست نداشتم، ولی وقتی موهاتو درست می‌کردی دیگه هیچ تغییری نمیتونست بدی. حتی اگه دقت کنی جلوی موهای من وست شده. من 100 بار رفتم اتاق میکاپ گفتم میشه اینو درستش کنی، میشه اینو درستش کنی. هی میگفتن که تایم تموم شده، ما نمیتونیم مثلا برات درست کنیم.
موهای من اوکی خز بود، هر چیزی بود خرابم شده بود، موهای سارا هم خیلی به هم ریخته بود. شما این برخورد با سارا نداشتین. من میدونی چرا؟ بخاطر اینکه من اونجا خیلی خانوم وایسادم، هر چی میگم اوکی در صورتی که امشب رفتار پدرام با من فاجعه بود و انقدر حال منو بد کرد. چرا آیکلودم که این همه حافظه جا داره یهو میپره، یعنی از روی آیکلود میپره. دقت کردین آخر ویدیوهای من به همین خط میشه دیگه؟ دقت کردین دیگه؟ فقط امیدوارم بگذره این روزا. فعلا چیزی دیگه نمیگم. باید بشینم این آیکلودم هم درست کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خیلی خوشحالم وقتی میبینم که برام کامنت میذارین، میاین میبینین و فالو میکنین، سابسکرایب میکنین. به خدا اصلا انقدر انرژی میگیرم و احساس میکنم که حالای بعدم تلافی میشه. وقتی میام اینجوری حرف میزنم که اصلا کلی خالی میشم. من 1 ماه منتظر بودم پخشم این روز برسه و من بشکنم. هنوز این الان خیلی خودم رو کنترل میکنم، این بغضم نترکه، ولی شبانه روز منتظر بودم که این امروز برسه. و مرسی بچه ها، مرسی واقعا. خوشحالم که شما رو دارم. همین میتونم بگم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.